اگر ما می‌خوایم که از خلافت بیایم بیرون، ولایت فقیه بیایم بیرون، از سیستم پادشاهی مطلق بیایم بیرون و یا از رئیس جمهورهایی که در خاورمیانه بودن مثل صدام و یا حافظ اسد بیایم بیرون، باید بر اساس حقوق بشر سازمان ملل متحد کشور بسازیم. و مسلماً این هم به این معنی هستش که همه مردم در این پروسه شریک بودند. و مسلماً باید قانون‌دانان بنشینن، کسایی که نمایندگی جنبش‌های مختلف، گروه‌های مختلف ملی و یا گروه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی رو دارن، باید در این پروسه شرکت کنن. ولی خب حرف آخر باید حرف مردم باشه، چون مردم به هر حال حاکمیت خودشون باید بخوان. و حرف مردم به این شکل مطلق نیستش که بر اساس دموکراسی رو وقتی تعریف می‌کنیم، دموکراسی میگن حاکمیت مردم، ولی برعکس دموکراسی یک ویژگی مخصوصی داره که اون رو باید توجه کرد. دموکراسی جلوگیری از حاکمیت کامل و مطلق یک گروه از مردم هم هستش. اگه اینو نتونه تامین کنه، دموکراسی اون موقع همون چیزی شد که جمهوری اسلامی ایران می‌خواد آری یا نه. که نمونهش امروز می‌بینیم و تا هنوزم درگیر همون مسائلی هستیم که دموکراسی رو به شکل مشخصی درک نکردیم. دموکراسی اساسش همینه که حقوق اقلیت رو تامین کنه. حالا این حقوق اقلیت زبانی باشه، حقوق اقلیت حقوق اجتماعی باشه، حقوق اقلیت به هر شکلی باشه. زمانی یک دولت متولد میشه به شکل مدرن امروزی از تولد آدم با هم برابر باشه. اگر از تولد شما برابر نیستین به هیچ وجه در یک ملت جا نمیگیرید. من بلوچ وقتی متولد میشم به من میگن که زبان تو زبان دست دومه، زبان دست سومه، مسلماً جز ملت ایران نیستم. زمانی من جز ملت ایران میشم که زبان من به هیچ وجه تحت تغییر و یا به یک شکلی زبان دست دوم نباشه. به عنوان جنس متفاوت، حالا جنس مرد باشه، جنس زن باشه، وقتی متولد میشه از تولد باید برابر باشه. نباید در تاریخ ایران سنت‌های بلوچی یا کردی یا فارسی و یا در کتاب‌های مذهبی رفت دنبال حقوق زن گشت. حقوق زن متولد شده به عنوان یک انسان باید حقوق کامل شهروندی کاملی داشته باشه برابر با مرد، وگرنه بازم یک ملت درست نمیشه. و این هیچ وقت یک چیز به اصطلاح جدیدی هم نیست، انسان‌ها همیشه دارن، ولی موضوع باید اینه که ما همه اینا رو فراموش کنیم می‌خوایم که یک نظر مخصوصی رو به اصطلاح به کرسی بنشانیم، می‌خوایم که میگن بر اساس ایران اینجوری نمیشه یا مثلا فلانی اینجوری نمیشه، در حالی که چرا حقوق یک بخشی رو فدای حاکمیت یا مزیت‌های بخش دیگری کرد. خود همین هم جامعه رو دچار تنش می‌کنه. و همین دلیل به نظر من ما امروز در شورای دموکراسی خواهان با هم دیگه جمع شدیم و از بقیه دوستانم همین تقاضا رو داریم که به نظر من باید یک راه حل مناسب‌تری برسیم برای اینکه در ایران اتفاقی بیفته به ثمر بشینه. امروز من در نشریه بلومبرگ مثلا یکی از نشریه بین‌المللی هستش و اقتصادی هستش و خیلی هم تاثیر داره، این مقاله اونجا نوشته بودن در رابطه با وضعیت کلی ایران و جامعه جهانی و اینی که به اصطلاح این تنش‌های بین ایران و آمریکا هستش که نتیجه‌گیری این به چه شکلی میشه. نتیجه‌گیری به هر حال مقاله همین بود که به جایی نمیرسه، چون مسلماً تنها فشار خارجی بر اساس تعریف نمونهش کره شمالی بوده، نمونهش کوبا هستش. حالا من نمیگم که آمریکا در مورد کوبا درسته، در کره شمالی درسته یا غلطه، من کاری جای دیگه ندارم، یا در مورد ایران درسته یا نادرسته ندارم. من آمریکا بر اساس منافع ملی خودش جلو میره، ولی این فشارها نمیتونه سبب سرنگونی رژیم بشه صرف خودش. و اساساً اون سیاست هژمونی طلبی و تسلط طلبی رژیم رو در خاورمیانه هم نمیتونه محدود کنه. دلیل خاص مطلق همینه که اپوزیسیون و آلترناتیو مناسبی در ایران نیست که بتونه جانشین جمهوری اسلامی باشه و این اعتماد رو برای مردم ایجاد کنه. این فشار رو همون فشار آخری بکنه که رژیم از بین ببره. چون تعداد زیادی ایران در خارج کشور است، تعداد زیادی کوبایی هم در خارج کشور بود، کشورهای دیگه هم نمونه داشتن. ولی خب خوشبختانه امروز همه اون تضاد داخل و خارج داره کمتر میشه با توجه به روابط دیجیتال و اینترنتی و وسایل دیگری هستش. ولی خب بازم باید همون نکته قبلی که حرفشون کردن همینه که ما باید به شکلی به نتیجه‌گیری برسیم که همه باید با هم دیگه کار بکنیم و هیچ کسی برنامه و اساسنامه حزبی و یا پلتفرم اجتماعی خودشون نیاد به این شکل نکنه که باید در این اساس جلو رفت و باید این اساس جلو رفت که ما همه باید برای سرنگونی رژیم، برای برقراری دموکراسی در ایران، ایجاد یک مجلس مؤسسانی و نمایندگی از طرف مردم و با همکاری خبرگانی مثلا مسئله قانون و با این وضعیت به نظر من با توجه در ایران که ما یک جامعه داشتیم که همیشه یک کسایی میخوان یک قدرت ایدئولوژیک خودشون و یا یک بخشی از اجتماع رو حالا به شکل ملی یا به شکل زبانی یا به شکل مذهبی حاکم بکنن. چون اینو متوجه باشیم که ما از مذهب شیعه بریم به حاکمیت مثلا یک تک فرهنگی در ایران، اینا دو روی یک سکه هستن. اینا همون دانش‌های قبلی که ما در ایران داشتیم اینا رو حتما ادامه میدن و همین دلیل باید به اصطلاح این
در برگیرنده همه جامعه ایران به شکلی باشه که اون بخش‌های متفاوت جامعه ایران رو در یک به اصطلاح برابری در نظر دادن در آینده در ایران شریک بکنه. مثلا که با همین وضعیتی با سرنگونی رژیم، دموکراسی، ایجاد مجلس مؤسسان و اینی که عدم خشونت، استفاده از تعهد به این که ما هیچ کدوم در مقابل همدیگه با توجه به تفکرات همدیگه و عقاید همدیگه رو مسائل امنیتی نکنیم و همدیگه رو از بین مگر اینکه کسی خشونت استفاده کنه. این باید آزادی بیان مسلمان اونجا باشه. ولی همونطور گفتم باید این رو از لحاظ بین‌المللی هم رفت داد. چون به هر حال مسئله ایران یک مسئله بین‌المللی هم شده و برای خیلی از ملت‌های در ایران هستن هم احساس ثبات و امنیت با توجه به جامعه‌ای که همیشه گفته که زبان تو باید در برای زبان دیگه جا باز کنه. فرهنگ تو، تاریخ تو در مقابل فرهنگ و زبان دیگری با جا باز بکنه، باید عقب نشینی بکنه. از لحاظ اقتصادی هم چون تو به هر حال حاشیه‌نشین شدی و یا نمیدونم منطقه تو فقیرتره، حالا بیس فقیرتر داشت، در حالی که هم چیزی هم خیلی وقتا واقع نداره. آقای عبدیان اینجا صحبت کردن در رابطه با مردم عرب که شاید هم آب داشتن هم نفت داشتن. امروز آب و نفت که ندارن، هوا از دستشون هم رفته، تنفسشون هم از دستشون رفته. اینی که این معنی نیست که اینا به اصطلاح جایی نداشتن، ولی همین مهمه که نظر من باید یک چیز بین‌المللی هم درش گذاشت و این به این شکل باشه که باید بر اساس حقوق بشر سازمان ملل متحد باشه. چون اساسا می‌دونیم که ما نمیتونیم بر اساس ایدئولوژی کمونیستی، نه بر اساس ایدئولوژی اسلامی و نه بر اساس هیچ کدام دیگه تفکرات یک کشور مدرن دموکراتیک درست کنیم که در اون آدم از تولد با هم دیگه برابر باشه. اگر از تولد آدم با هم برابر نیست، ملتی هم وجود نداره و یک مثلا همبیاری و همکاری ملی هم وجود نمیاد. حالا تعریف ملت مسلماً بر اساس یک دولت ملی هستش. تعریف ملت هم میتونه بر اساس یک سری حقوق فرهنگی باشه. ولی وقتی که آدم دولت مشترکی در یک کشور فدرال درست میکنه، خب مسلماً میشه مثل سوئیس بگه مردمان سوئیس هیچ وجه نمیگه ملت سوئیس، میگه مردمان سوئیس، چون مردمان متفاوتی در اونجا زندگی کردن. در ایران هم میشه با یک ترم مشخصاً برای ایران هم پیدا کرد، یا امت ایران یا ملت ایران یا مردمان ایران، ولی همه باید از تولد با هم برابر باشن. با تشکر.